خیر مادر جان، من رفتم. خیر پسر جان، خودت رو احتیاط کن. خوش برفک جان، با ماهی قپی تیاری؟ انا تمام، ماهی رو هم قپیدیم. اکنون به خانه. برفا گربچه رو نجاده. برفا 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 برفک دوستم. سلام گربچه. آفرین دوستم، من فکر کردم که تو رو از دست دادم. خدا رو شکر که تو به نزد من برگشتی. مادر جان، ببینید چقدر ماهی بسیار به دست آوردیم. واه، چه خیلی خوب. ما نه تنها ماهی بسیار، باز یک جانور دیگر را نجات دادیم. چی رو؟ این گربچه در حالت غرق شدن بود. برفک باشد او را از آب نجات داد. بسیار خوب کردی جانکم. من بسیار میفخرم که چنین پسری توانا و دستگیر دارم. از همین روز گربچه عزیزی امیر و برفک و مادر مهربانی او شد. آنها با یکدیگر بازی می‌کردند و نمی‌خواستند که لحظه از همدیگر جدا شوند. همیشه در خاطر دارید سرگذشتی که به آخر رسید او را باز البته سرگذشت جالبتر انتظار است.